بچه خیلی خوش اومدید به این ویدیو. جون چطوری بچه؟ یه هفته ویدیو نداشته بودم، دور و بر یه هفته مریض شدم، خیلی بدجور و دوباره اومدم با یه ویدیو دیگه. قبل از همه چی لایک، کامنت، سابسکرایب بکوب. مرامی عشقی کلی ویدیو تو کانالم هست. اکانت رایگانم دوباره واسهتون میذارم، بهتون یه دونه اکانت رایگان خفن میدم لجندی، برید حال کنید. اون قبلی رو خوب استقبال کردید و یوتیوب دور و بر 30 تا ویو پروند. یعنی فشار چی هست؟ حالا برش کن، مهم نیست. خب کانال چیز میگم کانال چیز خودم، اکانت مبارک خودم هیچی نداره. ببینید به شما لجندی میدم، ولی واسه خودم رو نگاه کنید. کلا یه لجند اونم پامکین رایگان داده. کلا همینو دارم، کلا یه لجند پامکین دارم، همین دیگه تمام. خب حالا درباره چی بود ویدیو؟ درباره این که انترا چه اکانت هایی دارن، دهن سرویس ها. فقط دید نگاه کنید اکانت اصلا یعنی من اینا رو میبینم فشار میسوزه، یه قسمت میسوزم، نمیدونم چرا. شما هم همینطوری هستی؟ افسوس میخورم به زندگی خودم. و تو کامنت هم حتما بگید کدوم اکانت بهتر بود. اگر خوب بود تونستم پیدا کنم برم بخرمش. حالا یکی پیدا کنم همچین مدل اکانتی. خب یه اکانت دیل داره، QQ9 داره، این چیز میذاره داره دیگه، کیلو داره، AK داره، M13 داره، EM2 کریکس 9 نه وایسا کریکس و ولش کن با یا اول خدا همه اسمای گانا یادم رفته. حالا از وال و این چیزا هم همه چی داره. خب دو این گانه نمیم چیچیات سرجم 9 تا گانه متیک داری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا گانه متیک داره، دقیق 9 تا گانه متیک داره و 23 تا گانه لجند. 9 تا گان، یعنی اصلا من اینا رو نمیدونم با اکانتش چطوری بازی مون اکانت رو با بذاری سرت دیگه، اصلا این کلاه پادشاهیه. QQ9 نمیشناسم، هست دیگه دیل و این چیزا. من نمیدونم وقتی شما دیل لجند رو داری، حالا دانلودش هم ندارم، دیل متیک میخوای چیکار؟ البته خیلی خدای دیل خوب بود. هم چرا متیکه رو زده، نه هم چرا لجنده. اچس عشق این یارو قابیه KN44 لجنده. کریم 260 داشم کریم داشم توی نه شب من بالا سرت. It's just a legend, it's just a legendary. بعد AK47 legendary. این اسنایپ، این گردونه که جدیدم اومده اونم زده تازه. ببین خیلی آقا نخوندم کامله، زده همه رو، زده همه رو. بعد ماشاءالله. وای آی قلبم چرا بابا بردید؟ خب فشار در حد خیلی حد بالا. آره حالا حدش یادم رفت، ولی خب حالا بالاخره QQ9 مدل F4 EM2 M13 AK117 کریکس نمیدونم چی نمیدونم X نمیدونم چی نمیدونم چه همه 11 تا گانه متیک. بزن دست اصلا او یا بزن دست قشنگه رو بزن دست قشنگه رو که بریم دیگه. آره گان لجند برای 58 گان لجند داره. فشار تا چند؟ چرا به ما ایرانی ها فشار وارد میکنه؟ خرپولا خرمایا. کریم 260 لجندری اصلا پای لجند های اصاب ندارم، همش در خدمت شما. خب این همه گان لجند. دیل زیلاک داره بچه ها، دیل لجند زیلاک ناموسن خیلی قشنگه. یعنی تو خوابم من میدیدم، تو خواب نمیدیدم واسه چرا بگانه لجند بالا بیا میدید چقدر چیزش
گردونش چقدر سیپی میخواد، چقدر با خرمایه باشی بزنی. حالا زولا چیز بگم، زولا کلی سایپ داره، کلی گان لجند داره. M4 رو نگاه فقط خدایی یا بفر. ببین حالا از اینا که بگذاریم 423 تا گانه اپیک داره، یعنی قشنگ خداحافظیه. اما ماشاءالله ما فشار چیه ها؟ فشار داره به تمام نقاط بدنت نفوذ میکنه. بیا هر چی اسکینه پیکو متیکو لجندو هر چی هست رو داره. اصابا تمپلار متیک بیر چقدر سیپی میخواد، چرا ما رو فشاری میکنید؟ پول سیپی نه بدیم. تا آروم باش ساکت آروم. آفرین. خب 190 اصلا برای ما خرمایه نیستیم. خب این خرماین، این پدر پولدار بود. آره این همه گان چیز اسکینای متیک و لجند ماشاءالله ناموس. ماشین قلبم فکر کنم باید یه آپاراتی برم، روغن هم کم شو چیز میگم. بعد یه چاپر لجند داره، 2 تا ماشین لجند داره. بعد دیگه نگیم بهتر. بعد چون تو خود اکانت نیستم دارم اکانت رو براتون میگردم و میبینم هستی، حالا خودتون هم میتونید برید ببینید دیگه. اینم اسمشه که حالا تو ادیت ویدیو اسمای همشون رو دارم بهتون میگم. اینم اسمشه، این که دوره زرد شده اسمشه. لایک کامنت سابسکرایب بگو. خدا حافظ.